سلام به همه، من شهاب جعفری، اینجا پادکست جنون به وقت تیر ماه 1404. این اپیزود 59 جنونه که میشنوید، قسمت دوم از سریال 3 قسمتی آلبرت فیش. منبع ما آتاویست از مقاله‌ای به نام قاتل فرشتگان. این موزیکی که الان شنیدین، موسیقی اینتروی جنون، کار دوست خوبم مهدی آقایی پادکست آهنگساز رو ازش احتمالاً شنیدین. پادکستی که در مورد موسیقی و آهنگسازها واسهتون میگه، با اینکه اطلاعاتش منطقاً باید تخصصی باشه توی حوزه موسیقی، ولی دقیقاً برعکسشه واسه کسایی که حتی آشناییشون با موزیک در حد شنونده هم هست، خیلی مفید و جذاب. پادکست هایی که مهدی آقایی میسازه اصولاً بر پایه موسیقی هستن و برای تمام سلیقه ها، یعنی شما هر سلیقه موسیقی که داشته باشین قطعاً یک چیزی واسه یک گوش دادن توی پادکست های مهدی پیدا میکنید. به پادکستاش سر بزنید. آهنگساز، آهنگ شب و آهنگ صبح، یه پادکست مدیتیشن هم تازگی شروع کرده به اسم راز نور. لینک کست باکس از پادکست هاشون رو واسهتون میذارم توی توضیحات اپیزود، میتونین برین گوش بکنید و حالش رو ببرید. این اپیزود برای بچه ها به هیچ وجه مناسب نیست، پس اگر بچه‌ای دور و برتونه یا آدمی که خیلی حساسه، مثلا با داستان‌های جنایی خیلی فاصله داره، حتما هدفون هاتون رو بچاقین، گذاشتین، بریم. تو اپیزود اول اینطور شنیدین که تابستون سال 1924، تیر ماه 1303 خورشیدی، یک مرد خاکستری با کت پاره و قیافه آروم از کشتی مسافربری پیاده میشه. مکان بندر پورت ریچموند، جزیره استیتن. آفتاب زیادی میتابید، همه چیز زیادی روشن بود، پس مرد راه میفته به سمت سایه ها. دنبال چیزی میگرده، شاید یک بچه. همون روز یه پسر 8 ساله به اسم فرانسیس مکدانل وسط بازیش گم میشه و تا شب پیداش نمیکنن. فردا صبح زیر توده‌ای از شاخ و برگ جسدش پیدا میشه. خفه شده بود با بند شلوارش. پدر این بچه پلیس بود، خودش هم یعنی بابای به تیم جستجو اضافه شد، ولی کاری از پیش نمیبرن. مادرش گفتیم جلوی خبرنگارها اشک میریزه که کمکمون بکنی. 3 سال بعد یک بچه 4 ساله دیگه به اسم بیلی از پشت بوم خونهشون توی بروکلین ناپدید شد. همبازی بیلی که یک بچه دیگه بود میگه بوگیمن اون رو با خودش برد و اون مرد خاکستری دوباره بی صدا میره و غیب میشه. دیگه حتی جنازه‌ای هم باقی نمیذاره. و بعدتر تابستون سال 1928 مردی که خودش رو فرانک هاوارد معرفی میکنه میره به خانواده باد توی چلسی، ظاهراً دنبال یک کارگر برای مزرعه‌اش. با خودش پنیر و توت فرنگی میبره، لبخند به لب بچه ها رو سرگرم میکنه. دختر خانواده باد که یک دختر 10 ساله اسکینی با چشم و ابروی مشکیه به اسم گریس باد رو میبره به یک مهمونی تولد خیالی. اون دختر هیچ وقت بر نمیگرده. یک مأمور پلیس به اسم کینگ خیلی دنبال این مرد میگرده ولی هیچ خبری ازش پیدا نمیشه. کاراگاه کینگ به روزنامه نگارها میگه توی ستونهاتون در مورد گریس باد و پیرمرد بنویسین و یه روزنامه نگارم الکی مینویسه جنازش پیدا شده، در حالی که توی آهک جنازش رو داشتن میسوزوندن و تیکه تیکه کرده بودن. و همین باعث میشه که مرد خاکستری یک نامه میفرسته دم خانواده باد. توی نامه از یک دوستی میگه که دریانورد بوده، میره هنگ کنگ، اونجا قحطی بوده و هنگ کنگی آدم میخوردن. این هم شروع میکنه و وقتی بر میگرده نویسنده نامه یعنی مرد خاکستری رو با لذت تست کردن گوشت انسان آشنا میکنه. اینو تو نامه گفته بودا، نه یعنی داستانش بکنید بگید گفتی لذت بخش. خیلی هم کار بد شنی و چندشیه واقعا، ولی حالا بالاخره داستانه. نکته مثبتش به نظر من
برای مایی که داستانهای جنایی رو دوست داریم اینه که یک جای امن نشستیم و از پشت یک شیشه‌ای داریم میبینیم داستانها رو که جای خودمون خیلی سیف و توی امنیت کامله و فقط به عنوان یک داستان میتونیم اینها رو دنبال کنیم. توی نامه از قتل و خوردن گوشت گریس نوشته بود و یه جزئیاتی که فقط قاتل میتونست ازشون خبر داشته باشه. نامه وقتی به دست کاراگاه کینگ میرسه یک علامتی روش میبینه که حروف اختصاری توش نوشته شده و معلوم میشه برای یک شرکتیه به اسم انجمن خیریه رانندگان نیویورک. کینگ میره به اون اداره سر میزنه و سرایدار اداره میگه من چند تا از پاکت ها رو با خودم برده بودم توی یه اتاقی که اجاره کردم، اونجا احتمالاً جا گذاشتم. صاحب خونه اون اتاق اجاره‌ای میگه این مرد منتظر یک چک بود، همین مرد خاکستری، و حتما دوباره برمیگرده. و دقیقا همین اتفاق میفته. اون برگشت و توی راه رو وایساده بود با یک تیغ دسته‌دار سلمونی توی دستش. این اپیزود پرونده مردیه که اسمش کم کم میپیچه بین مردم نیویورک. مرد خاکستری، بوگیمن، خون آشام بروکلین، قاتلی که فقط بچه ها رو انتخاب میکرد. و پشت این اسما صدایی توی سرشه که مدام تکرارش میکنه: شاد باش، شاد باش اگر سر کودکی را بر سنگ میکوبی. اسم رسمی و شناسنامه ایش هامیلتون هاوارد فیش بود. زاده واشنگتن دی سی. به تاریخ 19 می 1870. 29 اردیبهشت 1249. خودش ادعا میکرد از بستگان و اقوام هامیلتون فیشه، سیاستمداری با این اسم که اون زمان وزیر امور خارجه آمریکا بود. ولی این فقط یک ادعای بی اساس بود. اون از همون بچگی شروع کرد به پافشاری روی یک اسم دیگه. میخواست همه اون رو آلبرت صدا کنن. میگفت همکلاسی هم اسم هامیلتون رو مسخره میکردن، واسش لقب گذاشته بودن. همکلاسیاش بهش میگفتن همان ایکس فیش، یه ترکیب مسخری از غذاها. هم که ژامبون خوک پرواریه، ایکس فیش هم همون اشبال ماهی خودمونه، تخم ماهی. حالا من هیچ کدوم لهجه‌های شمالی رو بلد نیستم متاسفانه، اگه اشتباه تلفظ کردم به بزرگی خودتون ببخشید. اون از لقبی که بهش داده بودن بیزار بود. پدرش رندال فیش قبلا ناخدای کشتی‌های رودخونه‌ای بود. زمانی که آلبرت به دنیا اومد، رندال 75 سالش بود و از ازدواج‌های قبلیش 3 بچه دیگه داشت. پدر آلبرت انگلیسی و مادرش آمریکایی اسکاتلندی ایرلندی تبار بود. پدر مادرش 43 سال اختلاف سنی داشتن. 5 سال بعد از تولد آلبرت، پیرمرد از دنیا میره. توی ایستگاه راه آهن حمله قلبی بهش دست میده و توی 80 سالگی فوت میکنه. بیوش الن میمونه با 4 بچه و یک دنیا بدبختی. آلبرت کوچولو از همون اول درد سرساز بود. شبها رخت خواب خودش رو خیس میکرد. گاهی بی خبر میزد بیرون و از خونه فرار میکرد. خیره سر بود و نمیشد فهمید توی سر این بچه چی میگذره. مادرش که دیگه چیزی واسش باقی نمونده بود، تصمیم میگیره بچهش رو بسپره به یک یتیم خونه مذهبی به اسم سنت جان. این یتیم خونه رو یک کلیسای اسقفی اداره میکردن توی محله فاگی باتم. سالها بعد توی یک مصاحبه توی زندان خودش میگه تا تقریبا 9 سالگیم اونجا بودم. اونجا بود که همه چیز برای من از ریل خودش خارج شد. قانون یتیم خونه ساده بود. بچه‌ای که تنبیه نشه تباه میشه. و آلبرت با صدای سردی خاطرات بچگیش رو مرور میکنه. بیرحمانه کتکمون میزدن. یکی از معلم‌ها حتی عادت داشت بچه‌ها رو مجبور کنه لباساشون رو در بیارن و برهنه جلوی کلاس وایسن. معلممون به غیر از تنبیه بدنی ما رو تحقیر میکرد و جرقه اصلی همونجا زده میشه. درد و ضربه، تکرار شلاق و درد و تحقیر براش تبدیل به یک لذت میشه. شلاقی به پوستش میخورد یه حس عجیبی پیدا میکرد. آلبرت وقتی نگاه میکرد به زجر کشیدن بقیه بچه ها، میل جنسی منحرفی توی وجودش بیدار میشد.
سالها بعد با حسرت و نفرت میگه اونجا ذهنم رو خراب کردن، یا شاید از اولش هم اینجوری بود، یه چیزی توی مغز من اشتباه بود. اونجوری که بعدا به یک روانپزشک میگه همیشه تو خودش میل به زخم زدن به دیگران رو حس میکرده و همزمان یه وسوسه عجیب واسه این که خودش هم درد بکشه. طبق روال بقیه قاتل هایی که گفتم، ناپایداری ذهنی توی خونوادش چیز تازه‌ای نبود. یکی از ناتنی‌هاش توی آسایشگاه روانی جون داده بود. یه عموی دیگش به خاطر هزیونهای مذهبی بستری شده بود. یه برادرش عقب موندی ذهنی تشخیص داده شده بود که اون موقع‌ها بهشون میگفتن فیبل مایندد. یکی دیگهشون دائم الخمر بود. خواهرش یه مشکل روانی مبهم داشت. مادرش یه هر از گاهی توهم میزد. اما مادرش با تمام این بدبختی‌ها و مشکلات روحی و روانی بالاخره یه کار ثابت پیدا میکنه و وقتی یه مبلغی پول دست و بالش رو میگیره، آلبرت رو از یتیم خونه میاره خونه. این زن در واقع مادر تنی آلبرت بود. از مادر خودش خواهر و برادری نداشت. آلبرت از یتیم خونه برمیگرده خونه، ولی دیگه اون پسر بچه همون بچه قبلی نیست. توی 9 سالگی تبدیل شده بود به یک چشم چرون جنسی. 12 سالش که میشه با یه پسر تلگرافچی رابطه شروع میکنه. سن اون پسر تلگرافچیه بزرگتر بود. این یارو فیش رو با فتیشای کثافتکاری آشنا میکنه، با خوردن ادرار و مدفوع. زمانهای آزادش رو میرفت توی حمومهای عمومی میگذرون تا بچهای دیگر رو وقتی لباساشون رو در آوردن نگاه کنه. اواخر نوجوانی شروع کرد به تعقیب کردن بچه‌ها. اون یاد گرفت چجوری با چند تا سکه یا یه دونه آب نبات بچه‌های کوچیک‌تر رو گول بزنه. یاد گرفت چجوری از خونه‌های متروکه، کوچه‌های تاریک یا پشت ساختمونا واسه شکار استفاده کنه. بعدها به یکی از روانشناس‌ها گفته بود هیچ وقت کسی چیزی نگفت. بچه‌ها انگار نمیخوان لو بدن. مدرسه رو که تموم میکنه، یه مدتی شروع میکنه و کارهای مختلفی انجام میده. از این ایالت به اون ایالت سفر میکنه واسه سرهمبندی خرج زندگی. ولی همزمان توی خلوتی و تاریکی شهرها بچه‌ها رو تعقیب میکرد، تجاوز میکرد و گاهی هم وقتی میلش میکشید اونها رو میکشت. وقتی میرسه به 24 سالگی ساکن نیویورک میشه. کارایی میکنه مثل نقاشی ساختمون و تعمیرات جزئی ساختمون. یه خونه اجاره میکنه، مادر پیرش رو هم میاره پیش خودش و توی سال 1898 ازدواج میکنه. زنش هم مامانش واسش پیدا میکنه. همسرش آنا تنها کسی بود که یک دوره نسبتاً پایداری توی زندگی آلبرت میسازه. اونا با هم 6 تا بچه داشتن. من هنوز ارتباط فقر و بچه زیاد رو نمیفهمم. خلاص همه چیز نرمال به نظر می رسید، اما زنش آنا که 9 سال از فیش کوچیک‌تر بود انگار یه چیزایی تو سرش بود که نه به شوهرش بروز میداد و نه بچه‌هاش میفهمیدن چی کار میکنه و تو ذهنش چی میگذره. آلبرت فیش تو همون زندگی متأهلیش هم کارای فلان شهر میکرد. خودش تعریف میکنه، میگه سال 1910 یه مرد اونو میبره به موزه مومی. در واقع اینجوری میگه که یکی از معشوقهای مردش یه بار میبردش به موزه مومی، موزه هایی مثل مادام توس و اینا، ولی نسخه های کوچیکتر که بیشتر کاربرد پزشکی و آموزشی دارن. اونجا محو تماشای یک ماکت برش خورده از آلت تناسلی انسان میشه. بعد از اون یه وسواس شدیدی پیدا میکنه نسبت به قطع عضو جنسی. تو منابع روانپزشکی به این نوع انحراف میگن genital mutilation fetish. و چند سال بعد حدود سال 1910 آلبرت فیش توی شهر ویلمینگتون مشغول کار بود که با یک جوون 19 ساله به اسم توماس بدن آشنا میشه. اینجا متأهل بچه هم داره. فیش این توماس بدن رو میبره به محل اقامت خودش و بینشون یک رابطه سادیسمی مازوخیستی شکل میگیره. معلوم نیست که این رابطه با رضایت بدن بوده یا نه، ولی فیش توی اعترافات بعدیش میگه که بدن یه نوع عقب موندگی ذهنی هم داشته. میدونیم که این رابطه سادیسمی مازوخیستی اگر کنسنشوال بوده یا نه، یعنی با رضایت طرفین اتفاق افتاده یا نه،
باعث میشه که از نظر حقوقی و اخلاقی تفاوت‌هایی داشته باشه. حتی میتونه تفاوت‌های زیادی هم داشته باشه. 10 روز بعد از آشناییش با این توماس بدن، آلبرت فیش ور میداره و این جوون رو با خودش میبره به یک خونه قدیمی روستایی. اونجا برای 2 هفته شکنجهش میداد و در نهایت اون رو به تخت میبنده، نصف آلت تناسلیش رو میبره. خود آلبرت فیش بعدها میگه هیچ وقت نمیتونم جیغش رو فراموش کنم و اون نگاه‌های لعنتی که به من مینداخت. اولش قصد میکنه بدن رو بکشه. اونجوری که خودش میگه میخواستم بدنش رو تیکه تیکه بکنم و با خودم به خونه ببرم. اما چون هوا خیلی گرم بود و ممکن بود بوی جسد جلب توجه بکنه، پشیمون شدم. عوضش روی زخمش آب اکسیژنه میریزه، یک دستمالی رو هم وازلین مال میکنه، میبنده روی آلت این بیچاره. یه اسکناس $10 هم کنارش میذاره، گونش رو میبوسه و میره. اونجور که خودش میگه سوار اولین قطار میشه و میره به سمت خونه. میگه هیچ وقت نفهمیدم چی به سرش اومد، حتی دنبالش هم نرفتم که بفهمم. ژانویه سال 1917، دی ماه 1295 خورشیدی، همسر فیش اون رو ترک میکنه و با یک مرد به اسم جان اشرابه میره که میره. این مرد یه تعمیرکار ساده بود که مستاجر خونه خود فیش بود. بچه‌هاش بعدها شهادت دادن که تا قبل از سال 1917 که آنا ولشون کرد و با مرد دیگه‌ای فرار کرد، زندگیشون ظاهراً عادی بوده. از اون به بعد آلبرت فیش مجبور میشه به تنهایی بچه‌هاش رو بزرگ کنه. بعد از بازداشت توی مصاحبه‌ای با یه روزنامه‌ای میگه وقتی زنم رفت تقریباً همه وسایل خونه رو هم با خودش برد. هر کاری پیش می اومد قبول می کردم، ولی همزمان کم کم تسلیم تاریکی ذهنش میشه. دیگه تلاشی برای پنهون کردن تمایلاتش نمی کرد. از همون زمان بود که آلبرت فیش شروع میکنه به شنیدن توهمات شنیداری. یه بار خودش رو توی قالی پیچیده بود و میگفت داره طبق دستورهای یوحنای رسول این کارو میکنه. یوحنای رسول یکی از حواریون عیسی مسیح بوده و تقریباً توی همون دوره بود که آلبرت فیش شروع میکنه به آزار جسمی خودش. از جمله کاراش این بود که سوزنهای خیاطی رو توی کشاله رون خودش و شکمش فرو میکرد. کارهای دیگرش هم مثلا با یه چوب دستی میخکوب شده خودش رو میزد. با اینکه هیچ شواهدی وجود نداره که آلبرت فیش به بچه‌هاش آسیب فیزیکی زده باشه یا ازشون سوء استفاده کرده باشه، ولی کاری که میکرد شاید حتی از اون هم تکون دهنده تر باشه. اون به بچه‌هاش و حتی دوست‌های بچه‌هاش اجازه میداد و تشویقشون میکرد که با همون چوب میخکوب شده بهش ضربه بزنن. این رفتارش نشونه بارزی از اختلال سادیستی مازوخیستی شدیدی که داشت و این میره زیر مجموعه اوتوسادیسم طبقه بندی میشه. شبها جلوی بچه‌هاش وای میستاد و خودش رو با یه تختی که روش میخ کوبیده بود شلاق میزد، تنبیه میکرد، خون از پاهاش میریخت و اون با خنده میرقصید. اونجوری که بچه‌هاش میگن اون شب عجیب سال 1922 هم فراموش نشدنیه. یه خونه روستایی اجاره کرده بودن نزدیکی یه شهر کوچیکی به اسم گرینبرگ، اونجا توی منطقه روستایی بودن. آلبرت اونجا استخدام شده بود تا نمای بیرونی یه کلیسا رو رنگ بزنه. روزها کار میکرد و پسراش هم کمکش میکردن، ولی شبها بچه‌هاش میدیدنش چطور لخت توی مزرعه های تاریک میدوه. مشتاشو گره میکرد و رو به آسمون میکوبید و فریاد میزد من مسیحم، من مسیحم. بچه‌هاش میگفتن بابا دیوونه شده و هر روز داره بدتر هم میشه و واقعا هم داشت بدتر و بدتر میشد و همینجوری به کودک آزاری‌هاش ادامه میداد. حدود سال 1919 فیش یه پسر که اون هم معلولیت ذهنی داشت رو توی شهر جورج تاون با چاقو زخمی میکنه. بیشتر قربانی‌هاش رو هم از بین کسایی انتخاب میکرد که یا ناتوانی ذهنی داشتن یا آمریکایی آفریقایی تبار بودن. بعدن که بازداشتش میکنن خودش توضیح میده دلیل اینکه این آدما رو انتخاب میکردم این بود که هیچ کسی دنبالشون نمیگشت، کسی جای خالیشون رو احساس نمیکرد. اون اعتراف میکنه بعضی وقتا به چند تا پسر بچه پول میداده تا واسش بچه‌های دیگه‌ای رو بیارن.
این یعنی یه شبکه غیر رسمی از کودک آزاری رو به وسیله خود بچه‌ها درست کرده بود. اون بچه‌های کم سن و سال رو با ابزارهای جهنمی خودش شکنجه میداد. مسلمی کرد و به قتل میرسوند. یه ساطور قصابی، چاقوی مخصوص بریدن گوشت و یک اره دستی کوچیک. سال 1924 فیش یه دختر 8 ساله‌ای به اسم بیاتریس کیل رو میبینه که داره توی مزرعه پدر و مادرش واسه خودش بازی میکنه. بهش پیشنهاد پول میده تا بیاد کمکش بکنه دنبال ریواس بگردن. مادر دختره میرسه و با ترسوندن اون رو مجبور میکنه که مزرعه رو ترک کنه. از مزرعه میره بیرون ولی شبونه برمیگرده، میره یه انباری که کنار مزرعه بود و میخواسته اونجا بخوابه که پدر دختر پیداش میشه و مجبورش میکنه اونجا رو برای همیشه ترک کنه. تو همون سال وقتی که آلبرت فیش 54 سالش بود، خیلی شدید روانپریش شده بود. خودش میگفت حس میکردم خدا داره بهم دستوراتی میده که بچه‌ها رو شکنجه بکنم و بعد تیکه تیکشون کنم. یکم قبل از این که دختر 10 ساله گریس باد رو بدزده، سعی کرد ابزار جهنمی خودش رو روی یک بچه 10 ساله به اسم سیریل کوین امتحان کنه. بچه‌ای که قبلا آزارش هم داده بود. اون روز کوین و یکی از دوستاش توی پیاده رو مشغول بازی بودن که فیش بهشون نزدیک میشه، ازشون میپرسه نهار خوردین؟ بهتون نهار دادن؟ و وقتی میفهمه نهار نزدن با روی خوش دعوتشون میکنه که بیان به آپارتمانش و واسهشون ساندویچ درست بکنه. وقتی اون دوتا پسر توی خونه فیش مشغول کشتی گرفتن روی تخت بودن، تشک جابجا میشه، یهو زیرش چاقو و اره دستی و ساطور قصابی میزنه بیرون. پسر بچه ها این وسایل رو که میبینن کپ میکنن، باز عقلشون میرسه، سریع از خونه میزنن بیرون و اینجوری میشه که این دوتا جون سالم در میبرن. گفتیم که آلبرت فیش قبلا ازدواج کرد و زنشون رو ترک کرد. دوباره توی تاریخ 6 فوریه 1930 توی شهر واترلو نیویورک با زنی به اسم استرلا ویلکاکس ازدواج میکنه، اما این ازدواج فقط 1 هفته دوام میاره. بعد از 1 هفته با هم زندگی کردن جدا میشن. با تمام این خشونت‌ها و اون بخش دارک و تاریک زندگیش، کسایی که از نزدیک میشناختنش، حتی مثلا بچه‌هاش هم باور نمی‌کردن که اون مرد آروم و شکسته‌ای که کاراگاه ویلیام کینگ توی مهمونخونه دستگیر کرده بود واقعا همون هیولایی باشه که این سالها دنبالش بودن. ولی بود، خودش بود. چون بعد از بازداشتش دست پلیس ها رو میبره همون حوالی گرینبرگ به یک خونه متروکه، یک جایی به اسم کلبه ویسریا. وقتی میرسن هوا تاریک شده بود. خونه وسط علفهای هرز و درختهای خشک مثل یک کابوس توی نور ماشینهای پلیس میدرخشید. اون رفت پشت خونه کنار دیوار سنگی فرو ریخته و شروع کرد به کندن زمین. چند دقیقه بعد جمجمه کوچیک و خاک گرفته گریس باد از دل خاک بیرون اومد. وقتی پلیسا شروع کردن به جستجو توی زیرزمین کلبه متروکه ویسریا، با صحنه عجیبی روبرو شدن. تیکه استخون‌های کوچیک زیادی پیدا شد، اونقدر زیاد که روزنامه‌ها تیتر زدن. احتمالاً اجساد 10 کودک اینجا دفن شده. ولی بعدتر کارشناس‌هایی که با پلیس همکاری می‌کردن اعلام کردن اون استخوان‌ها در واقع همشون مال انسان نیستن، مربوط به حیوان‌ها بودن. هیچ کس ایده‌ای نداشت، کسی نمیدونست آلبرت فیش واقعاً چند نفر رو کشته. خودش بعدتر توی بازجویی‌ها میگه توی سفرهای مختلفی که به ایالت‌های مختلف داشتم 400 تا کودک رو تعقیب کردم، شکنجه دادم یا بهشون تجاوز کردم. اسمش تو فهرست مظنونین قتل‌های کودکان بود. فقط توی نیویورک نزدیک به 10 مورد. اما وقتی بازپرس‌ها در موردش میپرسیدن اون ساکت میشد. گاهی اشک توی چشماش جمع میشد، انگار نمیخواست چیزی بگه. انگار با خودش فکر میکرد مگه قصه گریس باد کافی نیست. از داخل زندان توی یک نامه به کاراگاه کینگ اینجور مینویسه: تو خودت بهتر از هر کسی میدونی اگه اون نامه رو واسه مادر گریس نمیفرستادم الان توی زندان نبودم. اگه من شما رو نبرده بودم سر اون قبر هیچ استخونی هم پیدا نمیشد. اون وقت فقط بابت آدم ربایی محاکمه‌ام میکردی. این سرنوشت منه.
تاوان کارهایی که کردم. فوریه سال 1935، بهمن ماه سال 1313، یک روانپزشک لاغر و عینکی که لهجه آلمانی غلیظی هم داشت یک قرار ملاقات داره با آلبرت فیش. اسم این مرد فردریک ورتهام بود. تلفظ درستش ورثمه ولی ما بهش میگیم ورتهام. 39 ساله بود، اهل نورنبرگ آلمان، تازه داشت اسم رسمی به هم میزد توی حوزه مطالعه قاتل‌ها و ذهن جنایتکارها. ورتهام از کجا توی این پرونده افتاده بود؟ وکیل مدافع فیش یعنی جیمز دمپسی اون رو استخدام کرده بود. برنامه وکیلش این بود که دفاعیه موکلش رو بر اساس جنون بچینه. تنها راهی که شاید بتونه جونش رو نجات بده. تو اون دوران به روانپزشکایی که توی حوزه جنایی کار میکردن یک لقبی میدادن. بهشون میگفتن ایلینیست. ایلینیست یه واژه قدیمیه واسه اشاره به روانپزشک قانونی، یعنی پزشکی که تخصصش ارزیابی وضعیت روانی افراد متهم یا محکوم توی نظام قضایی. مخصوصا اونایی که بحث سلامت عقل و جنون واسهشون مطرح بود. کلمش از یک ریشه فرانسوی الینه یا آلینه که باز خود این هم ریشه لاتین داره. ریشش آلیناراست، یعنی عقل رو از آدم گرفتن. ولی پشت این واژه یک مفهوم دیگه هم مخفی بود. ایلین آدم فضایی میگن، غریبه ها رو میگن. یعنی انگار این پزشکا با یک قبیله بیگانه از جهان آدم ها سر و کار داشتن. یه سری موجودات دور افتاده از بقیه که با خشم و جنون به مسیر قتل و آدم کشی افتاده بودن. آقای دکتر ورتهام قبلا توی بیمارستان‌های روانی ماساچوست کار کرده بود. بعد رفته بود توی کلینیک روانپزشکی دانشگاه جان هاپکینز. گفتیم که اصالتش آلمانی بود و سال 1927 تابعیت آمریکا رو میگیره. اسم فامیل خودش رو از ورتهایمر به ورتهام تغییر میده. 5 سال بعدش میاد نیویورک و میشه روانپزشک ارشد بیمارستان‌های شهری. یک کلینیک طراحی میکنه که کارش بررسی سلامت روان مجرم‌ها بود قبل از دادگاه. جیمز دمپسی وکیل فیش یه مرد خیلی سختگیر بود ولی حرفه‌ای. اون با دقت دکتر ورتهام رو انتخاب میکنه. ورتهام به خاطر کارهاش برای سیاه‌پوست‌های فقیر معروف بود. اسم رسمی در کرده بود به عنوان یک آدم دلسوز و عدالت طلب. و حالا دمپسی ازش خواسته بود کاری بکنه که تا حالا هیچ کسی امتحانش نکرده بود. اون باید از جون یک آدمخوار قاتل بچه‌ها دفاع بکنه. دکتر ورتهام برای ملاقات با فیش میره به زندان شهرستان وستچستر توی شهر ایست ویو، جایی که متهم برای محاکمه اونجا نگهداری میشد. تا اون روز رسانه‌ها اسمای ترسناکی واسه ساخته بودن. مرد خاکستری، خوناشام بروکلین، گرگینه ویستریا و حتی دیوانه مهتاب، مون مینیاک، چون شایعه شده بود که زیر نور ماه بهتر عمل میکرد. ورتهام که خودش سالها ذهن جنایتکارها رو بررسی کرده بود، بازم انتظار داشت با یک هیولا از جنس اون قاتلینی که قبلا دیده بود روبرو بشه. یک مرد با تجسمی از شر مطلق و محض. ولی چیزی که دید کاملا برعکس بود. توی کتاب معروفش به اسم نمایش خشونت که سال 1948 منتشر میکنه، میگه اون پیرمردی بود آروم، بی خطر، مؤدب و شاید دوست داشتنی. یه پیرمرد مهربون با قیافه مظلوم. اگه قرار بود بچه‌تو بسپری دست کسی، احتمالاً اون رو انتخاب میکردی. این نقاب آدم بی خطر چیزی بود که فیش سالها تمرینش کرده بود. خودش هم میدونست چجوری باید در ظاهر یه پیرمرد بیازار جلوه کنه. از اون طرف اصلاً تحت تأثیر ورتهام هم قرار نمیگیره. نمیتونست به دکتر ورتهام اعتماد بکنه، نه اینکه فکر میکرد کمکی از اون واسه ساخته است. توی نامه‌ای که بعد از اولین ملاقاتش واسه دخترش میفرسته، میگه یه دکتر اومد و ازم 1 میلیون سوال پرسید. اما دکتر ورتهام تسلیم نمیشه. بارها برگشت، ساعتها باهاش حرف زد. چیزی حدود 12 ساعت گفتگوی پیاپی و عمیق و کم کم آلبرت فیش شروع کرد به حرف زدن.
یه روز با صداقت ترسناکی به ورتام گفت من دیوونه نیستم، فقط یه آدم خاصم، خودم هم نمیفهمم چی تو منه، پیدا کردنش کار من نیست، کار توه. دیوار شکسته بود. اون شروع کرد به حرف زدن درباره بچه‌هایی که آزارشون داده بود، توی اون مسیر بی‌پایانی که میساخت واسه رسیدن به درد. گاهی وقتا بچه‌ها دیگه ارضاش نمی‌کردن، میرفت دنبال زنهایی که حاضر بودن با شلاق به تنش ضربه بزنن و وقتی اون هم کافی نبود خودش رو شلاق میزد. اگه بازم جواب نمیداد مدفوع خودش رو میخورد، ادرارش رو مینوشید و گاهی حتی اونم کافی نبود، پس پنبه های آغشته به بنزین فندک و الکل رو آتیش میزد و توی مقعد خودش میچپون تا بسوزه. تازه وقتایی که حتی اونم آرومش نمیکرد سوزن توی بدن خودش فرو میکرد. بیشتر اینجایی که سوزن میزد توی ناحیه کشاله رونش بود. خودش میگفت حساب سوزن‌ها از دستم در رفته ولی شاید هنوز 5 تا از اونا توی گوشتم مونده باشه. دکترش که باورش نمیشد دستور عکس برداری میده. توی اولین اسکن 27 تا سوزن دیده میشد. توی اسکن دوم 2 تا دیگه هم پیدا کردن. تصویرش هست، یعنی اون تصویری که عکس برداری کردن هست، حتما توی اینستاگرام میذاریم. نوشته اینستاگرام توی توضیحات اپیزود رو اگه روش تاچ بکنید میایین به صفحه اینستاگرام ما، یا کافیه که به فارسی سرچ بزنید پادکست جنون و به صفحه ما ملحق بشین. اونجا اطلاعات تکمیلی پرونده ها رو میذاریم. جایی باحالیه، قول میدم خوش میگذره. این سوزن‌ها بعضیاشون کوچیک، بعضیا تیکه تیکه شده بودن، بعضیا هنوز کامل و دست نخورده بودن. اون از صدای فریاد و جیغ لذت می‌برد. بچه‌هایی که آزار میداد همیشه جیغ می‌زدن. اون گاهی همینو می‌خواست و گاهی هم دهنشون رو می‌بست. دکتر ورتام بعداً نوشت هیچ انحراف جنسی نبود که اون انجامش نداده باشه و اون کارهای عجیب و غریب و مشمئز کننده رو بارها تکرار نکرده باشه. اما چیزی که ورتام به مرور کشف کرد این بود که گذشته عمیقاً منحرف آلبرت فیش، یا شاید میلش به توبه کردن، توی ذهن خودش تبدیل شده بود به یک توجیه برای خشونت‌ها و قتل‌هاش. آلبرت فیش هیچ وقت اون درس‌های وحشیانه‌ای که توی یتیمخونی کلیسای اسقفی دیده بود رو فراموش نکرد. جایی که یادش داده بودن همه گناهکارها باید برای نجات قربونی بدن. اونجوری که خود آلبرت توضیح میده. از همون قصه حضرت ابراهیم و اسماعیل یک فکری افتاد تو سرم. همیشه حس میکردم منم باید یک بچه رو قربونی کنم، برای اینکه از گناهانم پاک بشم، برای اینکه پلیدی و فساد رو از نظر خداوند بشورم. به دکتر ورتام میگه همیشه گوشم با فرشته ها بود. فرشته هایی که از طرف خدا برام پیام می آوردن. بعضی از اون پیام ها رو با صدای بلند برای دکترش هم میخونه. فرمان هایی درباره شلاق زدن به بچه ها، سنگ زدن بهشون یا کشتنشون. مثلا در مورد گریس میگه اون یکی از دخترای بابل بود. توی متون مذهبی انجیل عهد عتیق بابل اغلب نماد شر، فساد یا گناهه. این عبارت دختر بابل تو بعضی از آیات انجیل عهد عتیق یه استعاره‌ای واسه اشاره به شهر بابل یا مردمش و نمادی از فساد اخلاقی یا دوری از خداوند. در مورد گریس به ورتام میگه باید قربانیش میکردم تا از گناه بیشتر نجاتش بدم. و از قضا همین سادگی و بیالایشی کودکانه گریس بود که به اون شکل بیرحمانه باعث مرگش شد. وقتی آلبرت فیش با گریس از قطار توی منطقه وستچستر پیاده شدن، اون یادش رفته بود که یه بسته‌ای همراهشه. بسته چی بود؟ بسته‌ای که خودش اسمش رو گذاشته بود ابزار جهنمی. کارت، اره و ساتور که توی یک پارچه پیچیده بود. این گریس بود که دقیقا وقتی داشتن از قطار می اومدن بیرون برگشت بهش گفت بسته تو جا گذاشتی. بعدم برگشت و از روی صندلی برداشت و آوردش. اون به دکتر ورتام میگه اگه اون بچه اون لحظه این کار رو نمی‌کرد الان زنده بود، توی خونش بود و من همینجا نبودم. تعریف و توصیف‌های آلبرت از اون شب مدام بین یک حس دروغی از فداکاری و نجات روح دختر و یه شیفتگی سادیستی با جزئیات قتلش در نوسانه. اینجاش یه ذره جزئیات کانیبالیسم هم نوخاری داره. اگه روحیاتتون حساسه به نظرم بزنین جلو.
اون با دقت شرح میده که چطور گریس رو خفه کرد. بعد که جونش رو گرفت بدنش رو تیکه تیکه کرد. اون قسمت‌هایی از بدنش رو که میخواست بخوره بسته بندی میکنه. بعد باقیش رو زیر خاک چال میکنه. وقتی میرسه خونه تیکه به تیکه گوشت رو توی آشپزخونه آپارتمانش توی منهتن میپزه با پیاز و بیکن، با سبزیجات معطر و ادویه‌های مختلفی که امتحان کرده بود. دکتر ورتهام اینجور مینویسه: صدای حرف زدنش مثل زن خونه‌داری بود که داشت دستور غذای محبوبش رو تعریف میکرد. داستانش مدام رنگ عوض میکرد. یه جا مثل دعا بود، یه جا مثل لذت جنون آمیز، یه جای اعترافات یه قاتل، یه جا شبیه به توصیف یک شام ویژه. ورتهام که اونور میز نشسته بود همینطوری داشت یادداشت میکرد. بعدا میگه هر طوری که مرزهای پزشکی یا قانونی سلامت روان رو تعریف کنیم، آلبرت فیش گاهی صادق به نظر میرسید، گاهی هم زیرک و حیله‌گر. یه وقتایی همکاری میکرد، یه وقتایی بسته میشد توی خودش قفل و اصلا نم پس نمیداد. بدون هیچ تردیدی به قتل فرانسیس مکدانل اعتراف کرد. اما داستان بیلی گافنی، اون بچه کوچولوه که بغل دوستش بازی میکردن و گفت بوگی من اون رو برده، داستان بیلی رو فقط توی یک نامه نوشت. نامه‌ای که فرستاد برای وکیلش، همونقدر دقیق و حساب شده مثل نامه‌ای که قبلا برای مادر گریس فرستاده بود. آلبرت توی این نامه شرح میده که اون بچه گریون رو برده به یک خیابون خلوت و نزدیک یک زباله‌دونی. بعد میبردش به یک خونه متروکه که قبلا موقع نقاشی یک ساختمون اون خونه متروکه رو دیده بود و نشونش کرده بود. این نامه‌ای که قراره بخونم جزئیات خشن و واقعا خشونت عیانی داره. اگر حساس هستین یا ممکنه که آزاردهنده باشه میتونین بزنین جلو. مینویسه بیلی رو بردم اونجا، کاملا لختش کردم، دست و پاشو بستم، با یه تیکه پارچه کثیفی که از زباله‌دونی پیدا کرده بودم دهنش رو بستم، لباساشو آتیش زدم، کفشاشو انداختم توی زباله‌دونی. بعد برگشتم، سوار تراموا شدم تا خیابون 59. ساعت 2 صبح از اونجا پیاده رفتم سمت خونه. فردای اون روز حدود ساعت 2 بعد از ظهر وسایلمو برداشتم. یک شلاق خونین سنگین، دستساز، دستش کوتاه بود. یکی از کمربندامو نصف کردم. هر کدوم از نیمه های کمربند رو برش زدم و به 6 تا نوار باریک حدوداً 20 سانتی تبدیل کردم. باهاش به پشت لخت شلاق زدم تا خون از پاهای سرازیر شد. گوشاشو بریدم، بینیشو، دهنشو از گوش تا گوش شکاف دادم، چشماشو در آوردم. اون موقع دیگه مرده بود. چاقو رو توی شکمش فرو کردم، دهنمو چسبوندم به بدنش، خونش رو مکیدم. 4 تا گونی سیب زمینی پیدا کردم، یه مش سنگ جمع کردم، بعد تیکه تیکش کردم. تا اون موقع کاراگاه کینگ و همکاراش شواهد زیادی جمع کرده بودن که نشون میداد علاقه آلبرت به آدمخواری خیلی قبلتر از قتل گریس شروع شده. اون یه مجموعه از کتاب‌های ادگار آلن پو داشت که توش یه داستان معروف بود به اسم آرتور گوردون پم اهل نانتاکت. این رمانیه که سال 1838 درباره سفر دریاییه که به فاجعه ختم میشه. صفحات اون کتاب پر بود از طوفان‌های سهمگین، اجساد در حال پوسیدن و ملوان‌هایی که واسه زنده موندن همدیگر رو می‌خوردن. آلبرت این صفحه ها رو با یه عالمه سوزن نشونه گذاری کرده بود. همیشه توی جیبش بریده های روزنامه هایی داشت درباره قاتل آلمانی فریتز هارمان. فریتز هارمان معروف به خوناشام هانوفر و بین سالهای 1920 تا 24 بین 27 تا 50 تا پسر و مرد جوان رو کشته و تیکه تیکه کرد. بعضی از قسمت‌های بدن قربانی‌های خودش رو می‌خورده، بقیه‌اش رو می‌فروخته به بازار سیاه با اسمایی که کمتر زننده به نظر بیان. مثلا میگفته گوشت گاو یا خوکن، حتی گاهی ازشون سوسیس کالباس هم درست می‌کرده و می‌فروخته. و قبل اینکه تو سال 1925 گردن زده بشه، یه اعتراف نامه عمومی نوشت و توش گفت که چقدر از این کارها لذت برده. نامه آلبرت هم
درباره بیلی کوچولو همون لحن شاد و شوم رو داشت. با جزئیات عاشقانه توضیح داده بود که چطور بدن اون پسر کوچولو رو تیکه تیکه کرده. مثلا بعضی تیکه ها رو توی گودال‌های کناری جاده ها ریخته، بعضی ها رو برداشته برای پختن و خوردن. نوشته بود، با هشدار بگم، نوشته بود هیچ کدوم از بوقلمون هایی که تا حالا خورده بودم انقدر خوشمزه نبود. همه گوشتشو خوردم. 4 روز طول کشید. بیچاره پدر و مادر و خانواده های این بچه ها چی میکشیدن؟ هم بچه هاشون گم شده بودن و چشم به راهشون بودن. سالها منتظر بودن که بچه هاشون پیدا بشن. بعد حالا فهمیده بودن بچهشون دیگه قرار نیست برگرده. حالا اینم افتاده بود کثافت به لذت از خاطرات خوردن گوشت بچه ها. الیزابت گافنی، مادر بیلی، توی تموم اون 8 سالی که از ناپدید شدن پسرش گذشته بود هیچ وقت امیدش رو از دست نداد. هر کریسمس برای بچه یه بشقاب جدا روی میز میذاشت. به خبرنگارا میگفت با تمام قلب و روحم مطمئنم که بیلی یه روز برمیگرده. و بعد اینکه نامه آلبرت منتشر شد، پلیس مادر بیلی رو میبره تا با قاتل بچهش روبرو بشه. با اینکه توی نامه‌هاش اینقدر زرزر کرده بود و پر ادعا بود، اما حاضر نشد به چشمهای اون زن نگاه کنه. هیچی نگفت، فقط اشک ریخت. توی اتاق بالا و پایین رفت و جواب هیچ سوالی رو نداد. بعد از 2 ساعت الیزابت گافنی رفت در حالی که سرش رو تکون میداد. اون هیچ وقت باور نکرد که پسرش واقعا اینجوری جونش رو از دست داده باشه. نقطه ویرگول. این اپیزود دوم از داستان 3 قسمتی مرد خاکستری بود که شنیدیم. اپیزود سوم و پایانی 2 روز دیگه منتشر میشه و میریم به دادگاهش و این پرونده کلاسیک رو با روند دادرسی کلاسیکش که شبیه فیلم هاست میبندیم. تو اپیزود هم گفتم عکس‌ها و تصاویر هم توی اینستاگرام میذاریم، تشریف بیارین اونجا میبینیمتون. مراقب با معرفتی‌ها و قشنگیاتون باشین. دم همگیتون گرم.